در دوام صاحب استقلالی با مقصد تطبیق نقشه و برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در جاده رسیدن به استقلالیت پوره انرژتیکی و دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان استفاده عاقلانه صرفه‌کارانه ذخیره‌های گیدروانرژتیکی ساختن تجدید نیروگاه‌های خرد و بزرگ آبی برقی آغاز گردیده خطهای بلندشدت اقتدار نیروهای برقی و زیرایستگاه‌های برقی بنیاد کرده شده ایستادند. محض با مقصد تامین نمودن رشد باثبات کشور و منتظم بلند برداشتن سطح صفت زندگی اهالی آن، حکومت مملکت ترقیات ساحه انرژتیک آبی را سمت مهم افضلیت‌های سیاسی اقتصادی خود و رسیدن به استقلالیت انرژتیکی یکی از هدف‌های استراتژی ملی اعلام نموده است. باید گفت که امروزها طلبات به نیروی برق در مقیاس جهان و منطقه منتظم افزایش یافته ایستاده است. همچنین افزایش طبیعی شماره اهالی، کارخانه‌های استحصالی یعنی رشد اقتصاد ملی تقاضا می‌کند که حجم استحصال آن در کشور افزایش داده شود. امروز موضوع بنیاد نیروگاه آبی برقی راغون و شعار روز تبدیل یافته است. بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون اهمیت استراتژیکی داشته برای پیشرفت زندگی مردم تاجیک در حال حاضر و آینده عین مدعا بوده میتواند. چنانکه که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قید نمودند، راغون منبع عدونشونده نور است که تاجیکستان را در آغوش شرق کهن و اختر همیشه تابان خواهد داد.